آخوند رافضی و دولت صفویت. حالا کار نداریم بعضی از سلاطین صفویه با اینکه ابتدای کارشون انسانهای متدینی جلوه دادن خودشونو و جلوه کرد کاراشون و چه بسا واقعا متدین و بعد مقداری در کارهاشون نوسان ایجاد شد و گرفتار بعضی از انحرافات اخلاقی شدن، ولی در این حال باز تاریخ ثابت میکند تا علامه مجلسی زنده بود رضوان الله علیه امنیت حاکم بود بر کشور ایران. تا ایشون زنده بود هرج و مرجی پیش نیامده بود. این آخوند بیچاره از گفتن واقعیت‌ها و حقایق تاریخی در مورد سلاطین بدنام، بیدین، خونخوار و سفاک صفوی دچار شک و تردید است. وی نمیتواند حقایق را چنان که است بازگو نماید. از یک سو سعی دارد خدمات صفویان به مذهب رافضه را نادیده نگیرد و آن را تدین مینامد و از سوی دیگر میخواهد چهره سیاه و منحوس مجلسی را که در جرم و جنایت با دولتداران صفوی بر مردم ایران شریک بوده سفید جلوه دهد. اما تاریخ آن روزهای سیاه و ننگین را هرگز فراموش نمی کند و نخواهد کرد. بیایید تدین شاهان صفوی و علمای هم عصرشان که مجلسی یکی از آنهاست را از زیر نظر بگذرانیم. صفویه و علمای صفوی بدعت‌های بسیاری در دین نهادند که بعضی از آن بدعت‌ها تا به امروز رایج است، مانند تعزیه خوانی و غمزنی و شهادت ثالثه در اذان، و بعضی بدعت‌ها از بین رفته‌اند. یکی از این بدعت‌ها که از بین رفته سجده بر شاهان است، اما در واقع این بدعت کفری تا به حال از بین نرفته، بلکه سجده کنندگان قبلهشان را تغییر داده‌اند. اگر قبله دیروزشان شاهان صفوی بود، ولی قبله امروزیشان قبرهای ائمه و امامزادگان است و چه بسا آیت الله ها و آخوندها را می‌بینیم که در مقابل قبرها سر به سجده می‌گذارند. این عمل نه تنها بدعت بلکه شرک اکبر است و با روح اسلام و مسلمانی کاملا در تضاد است. اما خواهیم دید که در عصر صفویه این عمل مرسوم بوده و علما به حلیت آن فتوا می‌دادند و عوام و خواص شیعه به آن عمل می‌کردند. ابتدا باید دانست که قزلباش‌ها شاهان صفوی را موجودی نیمه خدایی می‌دانستند و شاهان صفوی نیز از این موضوع استفاده کرده و خود را خدا معرفی می‌کردند. چنانکه شاه اسماعیل در یکی از اشعار ترکیش می‌سراید: مفهوم تقریبی انا الله انا الله انا الله، بیا ای کور گم کرده راه، ببین حق منم آن ذات مطلق که کنند یاد. محمود حکیمی میگوید بزرگترین ضربه دیگری که طرفداران شاه اسماعیل بر مبنای عقیدتی بسیاری از شیعیان وارد آوردند تلقین این اندیشه بود که روح الله در او حلول کرده است. البته پرستش شاه در عصر صفویه در پرستش شاه اسماعیل محدود نمیشد. دیگر پادشاهان سلسله صفویه مخصوصاً شاه سلیمان مردم را به ستایش خویش دعوت می‌کردند. سخن در این باب بسیار است که البته این مجال محل این مقال نیست.
علمای شیعه و سجده بر شاهان صفوی. بنا به قول شیعیان، بزرگترین فقیه مذهب شیعه محقق ثانی یا همان محقق کرکی است. وی به دعوت شاه طهماسب صفوی از جبل عامل لبنان به ایران آمد و صاحب بالاترین مقام مذهبی در ایران شد. وی از کسانی است که جواز سجده بر شاهان صفوی می‌داده و آن را توجیه می‌کرده است. میرزا مخدوم شیرازی سخن از فتوای محقق کرکی بر جواز سجده بر شاهان دارد، چنانکه حجت الاسلام رسول جعفریان می‌نویسد: میرزا مخدوم به فتوای محقق کرکی در مورد تجویز سجود برای شاه اسماعیل اشاره کرده و گفته است که این یک عادت برای ایرانیان شده که در برابر شاه سجده می کنند. نکته حائز اهمیت آن است که این علما علاوه بر توجیه سجده بر شاهان، خودشان نیز شاهان را سجده می کردند. با این توضیح که الف، در مراسم تاجگذاری تمام حضار سر به سجود می نهادند که بنابر رسم جاری علمای شیعه نیز در این مراسم حضور داشتند. ب. شخص به دربار وارد شده در اولین حرکت می بایست سر به سجود بگذارد و علمای شیعه از کسانی بودند که زیاد به دربار رفت و آمد داشتند، فلهذا زیاد سجده می کردند و الله بهتر می داند که ملا مجلسی به شاهان صفوی چقدر سجده نموده. برای اینکه سخن خود را مستند کرده باشیم، شاهدی از علمای شیعه همان عصر را می آوریم که این شاهد عارف و شاعر و عالم شیعی شیخ بهایی است. او در ابیاتی سجده علما بر شاهان را نکوهش نموده، آن را شرک می داند. وی می سراید: حیف باشد از تو ای صاحب سلوک، که این همه نازی به تعظیم ملوک. قرب شاهان آفت جان تو شد، پایبند راه ایمان تو شد. جرعه‌ای از نهر قرآن نوش کن، آیه لا ترکنوا را گوش کن. لذت تخصیص او وقت خطاب، آن کند که ناید از 100 خم شراب. هر زمان که شاه گوید شیخنا، شیخنا مدهوش گردد زین ندا. مست و مدهوش از خطاب شه شود، هر دمی در پیش شه سجده رود. می پرستد گویا او شاه را، هیچ نارد یاد آن الله را. الله الله این چه اسلام است و دین، شرک باشد این به رب العالمین.